خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز جلسه مربوط به فصل انتگرال های توابع مختلط یا انتگرال مختلط میخوام شروع کنیم. خب ما قبل از اینکه وارد بحث انتگرال بشیم یک سری تعاریف رو خدمت شما ارائه میدم. اول که اگر زد تی رو بگیم x تی به اضافه j y تی، یعنی پارامتر z یا عدد مختلط که در صفحه z شامل x و y هست تابعی از چی باشه؟ t. و t هم در واقع یه پارامتر پیوسته بین a و b باشه. خب z در واقع یک تابع پیوسته زد تی یک تابع پیوسته از تی باشه، اون وقت این زد تی رو یک منحنی یا خم کرو اصطلاحاً. خب اینو میگیم یک خم. و در واقع مثلا تو صفحه زد 1 زد 2 زد 3 زد 4 زد 5 تا تغییرات مختلف زد آ تا زد بی، زد تابعی از تیه. مثلا زد اینجا A باشه، اینجا A باشه، زد A به دست میاد که مثلا این نقطه میشه، حالا B میشه این نقطه. و به ازای اعداد بین A و B فرض کنیم منجر به یک منحنی میشه که اصطلاحاً اینو یک کرو منحنی یا خم میگیم. حالا اگر این خم خودش رو قطع نکنه، خم ساده میگن. خم ساده اگر خودش رو، یعنی یک به یک باشه دیگه، خودش رو قطع نکند یا یک به یک باشه میگیم خم ما ساده. اما خم بسته یا منحنی بسته، منحنی یا خم فرق نداره. اگر زد آ برابر با زد بی باشه، یعنی این ابتدا و انتهای زد روی خودش قرار بگیره، اصطلاحاً اینو منحنی بسته میگیم. خب این راجبه منحنی، راجبه کرو در واقع که تغییرات بر حسب تی در صفحه اعداد مختلط، صفحه کلا صفحه اعداد مختلط هم صفحه است، روی یک منحنی نیست. خب ما اولین روش انتگرال گیری رو بر حسب اینی که تابع اف زد تابعی از در واقع زد تی رو در واقع یا اون خم و منحنی رو به عنوان پارامتری از تی بگیریم حل میکنیم. خب ببینید بچه‌ها، ما وقتی انتگرال مختلط حل میکنیم، انتگرال مثلا اف زد دی زد، قبلا وقتی میگفتیم انتگرال مثلا حالا اف ایکس دی ایکس، ایکس از A تا B مثلا تغییر میکرد، ما بین محور ایکس ها از A تا B فقط یک راه داشتیم از A به B، و اگر از B به A بود برعکسش، یعنی جواب ما منفی میشد. اما اینکه از یک نقطه در صفحه به یک نقطه در صفحه دیگه بخوام بریم، یک راه وجود نداره. راه‌های بیشماری وجود داره که از A به B بریم، یعنی از زد A تا زد B، چون D پارامتر دی زد ما، پارامتر انتگرال گیری ما زده، یعنی زد 1 تا زد 2. حالا زد 1 کجاست، زد 2 کجاست، فرض میکنیم اینجاست. اما اون چیزی که برای ما توی انتگرال گیری مختلط مهمه، در واقع اون کرو خم یا منحنیه که ما رو از اینجا به اینجا میرسونه. اصطلاحاً بهش میگیم سی، یا همون مخفف تابع یا خم یا منحنی یا کرو هست، سی. روی منحنی سی انتگرال اف زد دی زد رو بیابید. خب یکی از راه‌های به دست آوردن این انتگرال ها استفاده از فرمول
انتگرال f زد تی. دی زد رو در واقع خب این دی زد هست، دی زد برابر با دی زد به دی زد پریم تی، دی زد به دی تی ضرب داره دی تی هست، زد پریم تی دی تی. حالا تی ولی از آ تا ب تغییر میکنه. این زد پریم تی از کجا میاد؟ از اون فرمولی میاد که این خما داریم، در واقع تغییرات زد بر حسب تی. خب حالا یک مثالی رو حل میکنم و شما متوجه میشید که این رابطه در واقع چطور کار میکنه. مثلا انتگرال زد به توان 1/2 دی زد روی منحنی زد مثال I انتگرال اینتگریشن برابر با چیه؟ وقتی که C منحنی زیر باشد، منحنی زیر صفحه زد نیم دایره ای به شعاع 3 که از این نقطه شروع میشه تا این نقطه میرسه، در واقع اینجا x اینجا y. خب ما اولین مشکلی که داریم باید زد تی رو اینجا اف زد رو داریم، دی زد میشه زد پریم تی، اما اون چیزی که ما نداریم زد تیه، شکلش رو دادیم بهتون. حالا یه وقتایی فرمولش رو ممکنه بهتون بدیم، یه وقتایی شکلش. این زد تی برای این دایره برابر با چیست؟ خب شما اینجا دایره ای دارین که در واقع R ای به قوه j تتا هست، درسته؟ حالا زد تتا اگر در نظر بگیریم اینجا زد تی یا تتا فرقی نداره. آرش ثابته چنده؟ 3، ولی تتا چیه؟ بین از کجا تا کجا داره تغییر میکنه؟ از 0 تا پی، درسته؟ حالا میخواین اسمشو بذارید تی، میخواین بذارید تتا، فرقی نداره. فرمول دایره اینه، منتها چون تتا بین 0 تا پی میشه نیم دایره. برای اینکه مثل این فرمول بشه من به جای تتا میذارم تی که شما متوجه بشین چطور از اون فرمول استفاده کنید. فرقی نداره، پارامتر. خب 3 تا ای به قوه جی تی زد تی ما هستش. حالا زد پریم تی چی میشه؟ میشه 3 جی ای به قوه جی تی. خب جواب انتگرال فوق طبق این رابطه میشه انتگرال اف زد تی، زد تی اف زد میشه زد به توان 1/2. حالا به جای زد ها اینو میذاریم 3 تا ای به قوه جی تی کلن زد دیگه به توان 1/2. زد پریم تی هم 3 تا جی ای به قوه جی تی دی تی هم از چند تا چند؟ از 0 تا پی. خب این یه انتگرال ساده ای که شما قبلا هم بلد بودین اینو حل بکنید. خب اینجا 3 رادیکال 3 جی رو از انتگرال میاری بیرون، انتگرال از 0 تا پی ای به قوه جی دوم به اضافه جی 3/2 جی تی دی تی که نهایتا جواب این انتگرال خب خیلی ساده هستش، خواهد شد -2 تا رادیکال 3 در 1 به اضافه جی. تمام.
این وقتیه که شما کرو یا منحنی یا خمتون تابع از یک پارامتری باشه. این روش کاراییه. اما یه قضیه‌ای داریم. قبلش من دو تا از خواص انتگرال و تفاوت ماهوی این انتگرال رو یعنی با انتگرال حقیقی تمایزش رو در واقع اینجوری بگم اشاره بکنم. اینی که شما اینجا در واقع وقتی میگین انتگرال مسیر سی اف زد دی زد، خب مسیر سی فرض میکنید اینجا تا اینجاست، این کروه از A تا B، از T مثلا مساوی با A تا T مساوی با B، یا از Z1 تا Z2 تغییر میکنه. اگر این رو به دو تا منحنی C1 و C2 بشکنینش، اینجا C3 نقطه Z3 نقطه وسط این دوتا باشه، یعنی در واقع دوتا کرو باشه، ما میتونیم بگیم که این انتگرال برابر انتگرال fz dz روی منحنی C1 ابتدا و انتهاش و روی منحنی C2. یعنی مسیر اینو در واقع شما اگر خاطرتون باشه انتگرال از A تا B میگفتیم از A تا C، از C تا B تونستیم انتگرالمون رو به دو تا بازه بشکنیم. ولی اینجا کرو چون هست یا منحنی، ما در واقع میام منحنی C رو به دو تا منحنی میشکنیم. اما یه خاصیت کلی که قبلا هم داشتیم، اگر دو تا تابع fz به اضافه منفی gz باشه، انتگرال روی منحنی C، حالا با ضرایب A و B حتی، یعنی A و B هم جز اعداد A و B هم جز اعداد مختلف، اینو ما میتونیم به انتگرال fz dz به اضافه b انتگرال gz dz هر دوتاش روی مسیر c بشکنیم و عملاً به این طریق بگیم که نسبت به عمل، حالا اگه به اضافه اگر منها نسبت به عمل جمع و ضرب هر دوتاش بسته است. پس این خاصیتی بود که در واقع برای انتگرال های تابع معمولی هم ما داشتیم. اما اگر در واقع ما مسیر این منحنی مسیر بسته‌ای باشه، یعنی این کرو ما یک مسیر بسته‌ای باشه، یعنی A و B زد A برابر با زد B باشه، علیرغم اینکه A برابر با B نیست. انتگرال رو در واقع دیگه اینجوری کنارش سه نمی‌نویسیم، می‌نویسیم انتگرال روی مسیر بسته C fz dz. سوال ما اینه که جواب این سوال رو چطور به دست بیاریم. ما چند تا قضیه داریم، قضیه کوشی-گورسا و تعمیم یافته‌اش که در واقع قضایای دیگه‌ای هم در ادامه اون وجود داره که اینا رو من در واقع یه فرمولی داریم برای انتگرال کوشی و حالا یه قضیه‌ای تحت این عنوان داریم که من فاکتور میگیرم برای حل اینجور انتگرال ها، انتگرال روی مسیر بسته. جواب این انتگرال رو به صورت کلی به روش مانده ها به دست میاریم. میگیم انتگرال تابع fz dz روی مسیر بسته c
برابر است با 2 پی جی ضرب داره حاصل جمع مقدار مانده های تابع اف زد در نقاط زد جی که حالا جی ممکنه از 1 تا n هر چند تایی که میگیم باشه. حالا این یعنی چی؟ یعنی انتگرال گیری منجر به محاسبه ریزجوال یا مانده میشه. ریزجوال مخفف ریزجوال اف زد وقتی که زد برابر با زد جی باشه یعنی چی؟ تعبیر فارسی بیانیش که میگیم مقدار مانده ریزجوال یعنی مانده تابع اف زد در نقطه زد برابر با زد جی. حالا این مقدار ریزجوال رو چطور به البته این به یک شرطی درست هست، اون هم اینه که در واقع این رو با استفاده از قضیه مانده ها بایستی بگم خدمتتون که سوء تعبیر نشه. فرض کنید که مسیر C مسیر بسته ساده باشد. فرض کنید مسیر C یک مسیر بسته ساده باشد و تابع FZ در تمام نقاط درون و روی این منحنی یعنی منحنی C یعنی مثلا داخل دایره یا رو تحلیلی بجز در تعداد متناهی از نقاط منفرد است، مثلا Z1 Z2 تا Z مثلا N. چند تا داشتیم؟ ZJ J از 1 تا N. آنگاه این رابطه درست. حالا قضیه کوشی حالت خاص اینه، میگه که قضیه کوشی گورسا میگه که اگر تابع FZ در تمام نقاط درون تابع C تحلیلی باشد، جواب این انتگرال FZ dz برابر با 0 میشه. پس این گفتیم همه تمام نقاط منحنی C تحلیلی بجز در تعداد متناهی. حالا اگر در تمام نقاط درون یا روی C تابع FZ چی باشه؟ تحلیلی باشد، آنگاه این صفره، چون که دیگه در واقع هیچ مقدار منفردی وجود نداره که مقدار ریزجوالش رو بریم حساب بکنیم. اما اگر در همه نقاط تحلیلی نبود، مثلا یه نقطه پیدا کردیم، فرض کنید این مسیر بسته داخلش Z1 فقط وجود داره یا Z1 و Z2 دو تا نقطه وجود داره. حالا Z3 هم تحلیلی نیست، Z4 هم در واقع نقطه منفرده، ولی چون مسیر C
Z1 و Z2 درونش قرار گرفته، ما دو تا اینجا داریم، Z1 و Z2. Z3 و Z4 منظور ما دیگه نیستن. خب من این مسئله رو با یک مثال ادامه میدم. شما پس این رو یادداشت بفرمایید. خواهی میکنم من از جلوی تصویر کنار میرم، چون باید تایم رو چک کنم که حجم فایل زیاد نره، بالا نره و بتونیم در واقع بحث دانلود هم در نظر بگیریم. مثلا من اینو پاک میکنم، فرض بر این میذارم که شما اینو نوشتین یک گوشه و نوت برداری کردین. انتگرال تابع fz که برابر هست با مثلا z به اضافه 1 تقسیم بر z به توان 3 منهای 2 z2 dz روی مسیر c که مسیر c هم هست z منهای 1 منهای 2j برابر با 2. خب ما اول باید مسیر بسته C رو به دست بیاریم. مسیر بسته C دایره است به مرکز 1 به اضافه 2J و شعاع 2. 1 به اضافه 2J سنترم دایرمونه، یعنی محور X یه دونه، محور J دوتا، اینجا میشه مرکز این دایره. شعاع این دایره 2 هست، یعنی چی؟ یعنی اینجا رو بایستی لمس بکنه که از اینجا تا اینجا 2، یعنی این شعاع 2. اینجا تا اینجا 1 بایستی تا اینجا بیاد و اینجا چون 1 بایستی تا 3 بیاد از این بعد و اینجا چون 2 بایستی تا 5 3 4 5 بیاد و دایره ما رو، حالا دایره خوبی نشد ولی تقریبا ما توی چه نقاطی تابع fz نقاط منفرد تابع fz ریشه های مخرج. ریشه های مخرج کدومان؟ z به توان 2 صفر و در نتیجه z مساوی با 0 و z منهای 2 برابر با 0، پس z برابر با 2. ما دو تا نقطه منفرد داریم، یکیش z برابر با 2، یکی z برابر با 0. این دو تا نقطه منفرد درون منحنی C قرار ندارن، پس جواب این انتگرال میشه 0. خب پس اگر نقاط منفرد تعدادش داخل دایره قرار می گرفتن، می رفتیم مقدار مانده تابع رو در اون نقطه به دست می آوریم. جواب انتگرال برابر با 2πj ضرب در مقدار تابع در اون نقطه، مقدار مانده. البته من مقدار مانده رو هنوز توضیح ندادم، اون قضیه بمونه برای جلسه آینده که در ادامه توضیح میدم. فعلا قضیه کوشی گورسا به ما میگه که در واقع این انتگرال جوابش 3، چرا که اولا مسیر بسته، حواستون باشه اینجا انتگرال رو که میکشیم وقتی اینجا یه خطی میکشیم یعنی مسیر C یه مسیر بسته است. مسیر بسته رو میکشیم، نقاط منفرد رو میکشیم، هیچ کدوم داخلش نیست، پس جواب 0. تمام.
خب مثال بعد رو انشالله تو جلسه آینده مطرح میکنم.